خب میم لیبل چه کسبی کار میکنه به خاطر چی استفاده میشه. ببین سینگل لیبل یک دانه لیبل تنها چاپ میکنی. مثال رو و کالم چند دانه کالم باشه و چند دانه رو و تو برش میگی فول پیج آف د نیم لیبل. مکمل پیج باید لیبل ها بگیره. چه بگیره؟ مکمل پیج باید بگیره. چه قسمه؟ اینجا ما آمدم نیو داکومنت، پرینت داکومنت، آپشن نیو داکومنت. ببین یک لیبل مکمل پیج گرفته یا نگرفته؟ کمال پیج یک لیبل آمد یا نه آمد؟ این خوش شد. تو برش میگی نه کسمی باید نباشه. در لیبل ما میم لیبل در لیبل خود نیو داکومنت بود. این خود همین لحظه که پرینت میکنی اینجا ما میم آپشن. در آپشن کنتینیوس سپید پرینتر صحیح پیت پرینتر انفارمیشن امی پیت مثال روی بروی که با پرینتر است دایرکت برات پرینت کنه. تو برش میگی نه پیچ پرینترز دیفالت ترای انتخاب نمیکنه. ترای براتون گفتم که صاحب مثال چی را میگه پرینتر که ما ورق میمانیم صحیح او باید دیفالت باشه. اینجا آمدم برش میگیم که 30 پر پیج 30 دانه لیبل در یک پیج باید پرینت شود. چند دانه؟ 30 دانه لیبل چقدر باید پرینت شود؟ 30 دانه لیبل. اوکی میکنیم که اوکی کردی نیو لیبل. چند دانه آمد؟ 30 دانه لیبل آمد یا نه آمد؟ شما میتونی که چند دانه لیبل پرینت کنی؟ 30 دانه لیبل. پس دیسا همه میلینگ لیبل تو برش میگی که 30 دانه برای ما پرینت نکو. آپشن A3 سایز باید باشه. اوکی. The number must be between یا این 31 اندوغه ندی کنه. کلم 0 باید باشه. فول پیج د آپشن میرم یک فور لیتر اینی چند دانه می. اوکی نیو داکومنت 4 دانه می. در یک ورق چند دانه می؟ 4 دانه می. لیبل است امی ترتی که می که وقتی که صفحه را لندسکیپ بگیری پروتیت باید نباشه که لندسکیپ بگیری باز بیخی صحیح می صحیح دو وقت در حالت قیچ کردن و چیزا صحیح می. اگه این رقم نشد شما مثال دیگه لیبل جور میکنی. چی جور میکنی؟ در حالت لیبل اینجا دیگه لیبل با جور میکنی. مثال یوز ریترن ادرس اینجا استفاده میکنی؟ نه ریترن ادرس استفاده نمیکنی. چی؟ ریترن ادرس استفاده نمیکنیم. اینجا مثالی رقم میم که مثال عمر کامپیوتر شاپ دیسا همین نوشته میکنی که مثال هارد دیسک چقدر است صحیح کی رقم لیبل با کامپیوتر شاپ پرینت میکنی در سر سی پی یو که می باشه. ریم چقدر داره اینجا پس آمدی برش میگی پروسسور چقدر است. این چیزا مثال تو پرینت کنی. دیگه چیزا مشخصات کامپیوتر که لیبل جور کردی که باز با کامپیوتر مثال چسب میکنی باز تو نوشته میکنی. تو برش میگی رقمی بیاد باشه. خود آپشن باید چند دانه بیه. تو برای امید اینجا که 30 پیج پر صفحه yes 30 labels per page اینی 30 پیج پر پیج ماست اینی ماست. خب فرقش چی است؟ فرق در هایت و ویدت است. فهمیدی؟ اینی ویدتش که است صحیح است زیاد است. اوکی آمد یا نه آمد؟ کامپیوتر شاپ مکمل لیبل جور شده یا جور نشده؟ هر وقتی که مثال لیبلش میگیری مخاطر لیبل اینی ویت کری لیبل باید بگیری خوب صحیح میه که لیبل جور میکنی در کدام صفحه باید بی در آپشن که بیای ای بالا صفحه باید نگیری که مثال ویدتش کمیه پایین باید بگیری که ویدتش چی قسمیه که مثال افقی می باشه. افقی صحیح منظم می آمد یا نامد. ببین یکی پرینتر باشه که پرینت کنی صحیح بر لیبل شما میتونی که مثالی ده لیبل تول سم پوش روانه جل جلاله. خب دی ساحه ایخو لیبل بود.
آلی ما امروز میلینگ میخوانیم ملمرج آمدم. آلی ملمرج چی کار میکنه؟ دیسا کرید بود با start ملمرجس write in insert fields preview results finishes چند دانه کامند است. ای را خواندم. خب فکرت باش شاگردان که start ملمرج که است یگان وقت یک کامند اینجا استفاده میکنیم یگان اینجا مکمل منظم استپ به استپ اینم کلگی میخوانیم. خب فکرت باشه که مثال یک دیگر بسیار از دور ربط داره او رقم میخوانیم یپشنا. صحیح؟ خب در این ساحه ما ده مثال ملمرج چی جور میکنی؟ یک انویتیشن است، یک اداره است، یک مکتب است، یک پانتون است، یک کورس است. مثال با ایمیل با 100 نفر دیگه مثال یعنی انگروشن ستارتینگ یک پارتی داره چه قسم روان کنه. صحیح؟ او انویتیشن یا کارس مثال آلی یک مکتب استی شدنامه دامی کورس پرمختگ یا انستیتیوت پرمختگ که در یک وقت 100 دانه شاگرد فارغ میشه بو که تو برش می در یک وقت در یک کلیک ما 100 دانه ریزلت کارت به جور کنیم. هیچ قسمی جور میشه بدون اینی دیگر آنها داره. صحیح؟ داره خو مثال به زحمت جور میشه. ما اینجا میم لیتر جور میکنیم. لیتر چه قسمی؟ خب تو چاته از طرفی که سابجکت در بالای چی؟ صحیح؟ to whom subject A. پس اینجا آمدی نوشته کردی opening of university. opening of what? University. اینجا آمدی equal REND قوس شروع قوس بند enter. دیدی ببین یک لیتر شده چی شده؟ ام یک لیتر شده ام یک اوپنینگ است. واده تا چی مثال کم کار جوڑه یا خیرات تا خویو قسم آگهی کنه فرمت ده یو قسم خط دی خونه پر پاکی مختلف نشی چه وحید مثال عبدالخالق و قیس و داخل پاکی لیکی چه پلانگ و بستان اینوان خود یو شی دیو نپر توی او دانور بادی ٹکس و یک قسم هست یا نیست تنا از طرفی کی خم یک نپر است باید اینی باید باشه بکی two. Get it? خب این یما میم start ملمرج لیتر جور میکنی ایمیل مسیج باید باشه انولپس باشه لیبلز باشه ڈائریکٹری باشه نال ورد ڈاکومنٹ باشه step by step ملمرج مطلب چی که ای بغل برات پن باز میکنه به او رفته میتنی ای طرف که آمد مثال step by step برات مثال میگه تو مت پیش میری بسیار آسان است. خب ما باید اول ضرور کامند بخونیم که کامند بخونیم بسیار آسان است. step by step برات میگه که اینی کار قسمی ببین اینجا آمدم ایخو لیترها بود ستیلش بود کدام تو برشبی که ما لیتر به جور کنیم ملمرج چه قسم types new list use existing list select from auto contents سی option برات دادا آلی ناو جور میکنی پیش جور کدی دا فارمات اکسس ثبت است و یا شما میتونی که از آوتلوک کدام ریکارد بگیری نفهمیدی سی option آلی ناو لیست تایپ میکنی ناما ناو تایپ میکنی اول آپشن برات میگه دوام برات میگه که existing list از دیگه چه ثبت کدی کدام نفا که میاری و سیوم برات میگه که از آوتلوک میاری تو برش میگه نه ما آل ثبت نکنیم تایپ وقتی که تایپ اینجا باز شوا new entry find delete entry customize the column تو برش میگه delete entry خونش چی delete new entry یا find
اینجا هیچ مثال ما انتری نکردیم، نه پایین میشه و نه دلیت انتری میشه نه دیگه میشه. با کدام نام ثبت کردیم مثال؟ با نام خان. ملمس ببین آن شده. او دیگه ورق بود. چی بود؟ دیگه ورقی ورق ما چی میکنیم؟ کلوز میکنیم. از لیبل تاب نیو لیست تاب کردیم delete entry کدام میتونه delete this entry کدام میتونه را کردیم پایین دم نمی کاستومایز د کالم برش میگیم delete و نیو entry میخریم. حالا که کاستومایز د کالم آماده ببینید اینجا زیاد چیز هست یا نیست؟ صحیح؟ زیاد چیز هست تو برش میگی برای ما چی کو؟ delete کو. چی میکنی یارا؟ delete میکنه. لک بم فکر ورته اوسې لک کوټې دسې مطلب موضوع ډېر اسانه ده خو دسې اوږده ده. گرید؟ بسیار طولانی است. بسیار آسان است. ای اینا باید هر کدامش چی کنی؟ delete کنی. delete کنیم. چند نام ما اینجا چی میکنیم؟ اد میکنیم. د اد میم اول برش میگیم که نیم به چی باشه؟ مثال from یا to چاته. صحیح؟ اوکی اد دیگه نوشته میکنیم اد from از طرفی کی. صحیح؟ اد دیگه اد میکنیم ادرسشان. چی؟ ادرس باید باشه یا سابجکت ما ادرس برش نوشته میکنیم ادرس باید باشه. اوکی ادرس ضرور است دیگه. این حال شما میتونی که مو بالا و پایین بیاری اور میتونی یعنی از اینجا میتونی که دیلیت کنی اینجا میتونی که رینیم کنی. چی کنی؟ نامش تغییر کنی. پس اینجا آمدی اوکی کنی. سیدن انتری آمده یا نماده؟ چند نشد؟ صحیح. اینجا انتری میکنی. مثال to Abid as from who? From Abdullah. Address چیست؟ مثال address کدام address است؟ کدام address روان میکنی؟ مثال کارتی ناو. صحیح؟ مثال دیگه احمد کی روان میکنه؟ عبدالله. ای ادرس چیست؟ ارزان قیمت. हमारे किसी करावन में शदरा से अमूल پس اینجا آمدی مثال اسد مثال کی روان میکنه؟ عبدالله. ادرسش چیست؟ مثال قلعه زبان خان. دیگه چیست؟ نور با نور روان میکنه. نور کی روان کرده؟ عبدالله. نور ادرس چیست؟ مثال شارناو. خب دیگه مثال کیهان است. کیهان کی روان کرده؟ عبدالله. عبدالله مثال که ادرس کیهان چیست؟ مثال بگرامی. این ادرس هاش این را نوشته کردی. ببین اینجا یک ریکارد مثال اینجا آمد یک دان دیگر را انتر کردی. ببین تاب دیگه مثال کی است؟ عبید است. باز کی روان کرده؟ عبدالله. ادرس چی است؟ اوکی میکنی یا نیو انتری ناو میکنی. شما میتونی که با تاب هم انتری ناو بری بچی با کماند تاب. اگر با تاب نمیری شما اینجا میدی دلیت انتری کدام انتری که کدی چی کدام میتونی پس دلیت کدام میتونی تو بری بگی که نو دلیت نکو. فاین کو برای ما فاین کو. چی فاین میکنی؟ اینجا آمدی که برای ما عبید فاین کو. برای چی میگه؟ all fields یا this field مانا all field انتخاب کنی. د تو مبارد مثال می فالا
اینجا برات سرچ میکنه، اینجا برات سرچ میکنه، اونجا برات سرچ میکنه. اگر دیس فیلد انتخاب کنی تا یک فیلد مشخص برات سرچ میکنه. نفهمیدی؟ صحیح؟ تو برش بگو که مثال ده آل پیرزار چی که باشه برای ما چی کو سرچ کو نکست پیدا میکنه یا نمیکنه. صحیح؟ سرچ خو کار کرد. خب اگر اینجا بیایم برش فاین بگیم که دیس فیلد ده کدام فیلد، تو برش بگو که ادرس پیدا کو، چی برات میگه؟ نیست اینجا. صحیح؟ اگر اینجا بیایی که پیدا کو فرام، برات میگه نیست. اگر اینجا بیایی برش انتخاب کو ده دیس فیلد ده تو پیدا کو، پیدا میکنه نمیکنه. صحیح؟ کلوز کاستومایز خوب فهمیدی؟ کاستومایز خوب میتونیم که پس دیلیت و انسرت و ایڈیٹ کنیم، اوکی میکنیم. باید ساب کنیم. بدامی که ببین فرمت چی میگیره؟ فرمت دیتابیس میگیره یا نمیگیره؟ بنای مثال عبدالله ساب کردی، بنامی که اتومات شد، در کجا سیو میشه؟ دا اکسس ریکاردسی خود جای داره. اینجا ما آمدم سیبم کردم، وقتی میم ایرا چی میکنیم؟ انسرت ملمرج تو. اینجا دیگه آمدم برش میگم که انسرت میکنه، انسرت ملمرج بایی فرام و دیسا آمدی چی نوشته کردی؟ ادرس. این کمان خوب خالا شد. فهمیدی را؟ که ما یک لیتر او نفر که هر چند نفر که روان میکنی خط که با هر چند نفر روان میکنی اون نفر باید در کاستومایز اونجا باید نوشته کنی. فهمیدی؟ اونجا ما چند نفر نوشته کردیم؟ 5-6 هر چند که بود یعنی قدر نفر نوشته کردیم. اینجا ما میم ببین ای خو انسرت کردیم، پریویو میبینیم که کی است. برات میگه که والا عبد است، فرام عبدالله، ادرس کارتناوس. دیگه اینجا دیده میتونی. دیگه کی است؟ احمد است. دیگه کی است؟ اسد است. دیگه کی است؟ نور است. صحیح؟ و دیگه کی است؟ برات میگه که کیهان است. دیگه باز ما بید است. عبد شده یا نشده؟ خب تو برش میگی که نه داول برو پس یا داخر برو. تو برش میگی نه داول برو. پریو بید باشه، نه پریو بید نباشه. پریو پس گم شده یا نشده؟ پریو چی شده؟ گم شده. پین ریسیپینت ای خود نمیفهمی. خمیره برات گفتم که می انتری پیدا میکنه پیش که برات کار کنیم. فین میکنه. اتو چک فار ایریر. ای خو پریویو بود، ای او طرف ریکارد ای برات فین میکنه اتو چک تیوری. اگر ایریر پیدا شده باشه غلطی کرده مثال صحیح منظم ریکارد انتر نکردی و چی برد؟ چکینگ اند ریپورتینگ ایریر. چک کردن و سند کردن غلطی در کدام جا باید بره؟ ای سیمولیوت دمیج and report errors in new document. ملمر جور کو خود ای ریپورت کدام غلطی که می او در داکومنت سیده رای کو. چی باید می؟ complete the merge passing to reports each error as it occurs. باید برای ما تنها ملمرج کمپلیت کنی، کدام غلطی و کدام مستیک که می باید پاس نکنی، استاد نکنی. صحیح؟ تنها غلطی را باید پاس کنی، استاد کنی، غلطی باید نبیاری. کارچه واقعی میشه باید همونجا پاس کنی. صحیح؟ Complete the ملمرج without passing report errors in new documents. Complete کو ملمرج خب بدون پاسینگ یا استاد کردن رپورتی غلطیا مثال در نیو داکومنت باید بره. اونم مثال کاملی کو غلطی نم باید بره. خونه کامند اینی خوب است که غلطی مثال واقعی میشه کدام دنگ مسیج سرخ و سفید که میتونه باید نبیه. صحیح؟ اینی انتخاب کنیم اوکی کنیم. چند تا آپشن برای ما جور کنه. خب چند نفر ما روان میکنیم کنه. در یک وقت یک بابت جور شده ببین. دیگه با کی جور شده؟ احمد، سیام با اسد، چهارم با نور، پنجم با کیهان، ششم با پاس با عبید. در یک وقت چند دانه لیست جور کردم؟
100 دانه می رقم آمیدم. یک نوت است خب مردم چی است؟ مختلف است. چند دانه نفر است؟ به یک نفر نیست، به چندین نفر است. پس این داکومنتس کار نمیکنه. پس او دیگه داکومنتس باید بریم. دی داکومنتس پس آمد. اینجا که آمدم دی کامنت ها فهمیدی؟ اینجا ما میم ای finish and merge. خلاص کن مرج. چه قسم خلاص میکنی؟ دی ساحه آمدی اول edit individual document. edit individual document merge records merge برات میکنه. all records current کدام ریکارد که استاد باشه و تنها برات مرج کنه. تنها ببین یک دانه مرج میکنه. همین یک نفر یک ریکارد است. یک ریکارد مرج کنه دیگه مرج کنه. یک دانه ما برش گفتم که تنها برای ما کدام ریکارد مرج کو. ام یک ریکارد که باشه او باید تنها برای ما مرج کنی. خب دی ساحه پاس رفتم ما برش چی میگم؟ ادیت کو دامی صفحه بیار. خب پرام از کدام ما برات میگم که از 2 تا 4. اوکی 2 تا 4 دانه میه. 2 دانه میه یا نمیه؟ چند دانه است؟ 3 دانه میه. 2 3 4 صحیح؟ 3 دانه میه یا نه؟ ببین 3 دانه است. 1 2 3. پس این صفحه را چی کردی؟ کلوز کردی. دامو صفحه مانده. ببین تو برش بگی که نه ادیت خو برای ما کردی. ما خو ادیت را فهمیدم که ادیت قسمی است که چقدر ریکارد است کنه که برای ما ادیت کو یعنی منظم کو یا کرنٹ ریکارد موجوده یا پرایمری ریکارد تو این ریکارد اینجا حال انتخاب کردی. ما برش بگیم کنسل. پرینت میکنه. چند داره پرینت میکنه؟ دایرکت هیچ نمیبینی. پرینت برش بگیم که برای ما پرینت کو. آل 100 200 دانه پاکت یا ریکارد که جور کردی به خاطر روان کردن کله که پرینت میکنی. چی میکنی؟ پرینت میکنی. که پرینت میکنی کله ریکارد برات پرینت شوه یا کرنٹ ریکارد کدام ریکارد که شما کل سر دستاد باشه او پرینت شوه یا پرام از این ریکارد تا این ریکارد برای ما باید پرینت شوه. که بدیم نپایگی. خب کامند اینجا بعدی داره میبینی شاگرده send an email message. با مسیج که روان میکنی هر نفر که وقت که د کاستومایز انټری میکنی نام مسیج ادرس بازی باید بجای ادرس و تو پرام که نوشته میکنی باید ایمیل ادرس مزور اونجا نوشته کنی. چیش نوشته کنی؟ بونه شاد الخالق. د کاستومایز د حالات کاستومایز که باشی د کدام ساحه؟ د کاستومایز که باید باشی د کاستومایز اونجا که مثال ما نوشته کنم اد که میکردم تو نوشته کنم یا فرام نوشته کنم نامایش دادم ادرس دادم. ضرور باید ما چی نوشته کنیم؟ ایمیل ادرس هم نوشته کنیم. اگر اونجا ایمیل ادرس اد کنی که مثال jan@yahoo.com این رقم مثال یک ادرس اد کنی آله به شما به اون نفر روان کده میتنی. کدام جای خوب درازی در این ساحه شما ایمیل ادرس بلند کنی. مثال اینی یک ایمیل ادرس است. ایمیل ادرس و نامند سابجکت لاین کدام لاین است؟ ایمیل آل ریکارد کرنٹ ریکارد کدام ریکارد به یک نفر به ایمیل روان میکنی. صحیح؟ مثال تو هستی به تو مثال دیگه چیزی به تو ایمیل میکنی. ایمیل که میکنه قسمی میشه پرینت میکنی سه میکنی که در کامپیوتر یا روان میکنی مشکل. استاد اگه اوجه دمو کاستومایز استاد مثلا برای ایمیل هم جور کردیم موجه ایمیلش هم بدیم نیست وقتی که جمعه است تو بازم ایمیل آدرس اینجا اشتراک میکنیم استاد. نه اینجا که ایمیل آدرس باشه که جمع ایمیلش می قسم ایمیل اینجا باشه. ایمیل اینجا مثال ایتو نیست ایمیل است که پک کنی ایمیل آدرس بلند میشه. مشکل نه. سابجکت لاین است چی؟ سابجکت کنه چی ورته وایه سلام چی څنګه لاین سابجکت است. مشکل دی سه. چرا؟ خب رای حل داره. مشکل مو مشکل بس است.